من از اون آدماییم که می نویسم، نه اینکه نویسنده باشم، می نویسم، حرفام می نویسم. اما یه سری چیزا رو نمیشه نوشت، مثل چیزی بین بغض و عشق که تو میبینی ولی بقیه نباید ببیننش. چون چیزی که تو از تو میبینی آبیه ولی وقتی مینویسیش قرمز میشه و تو باید سبز باشی. من چقدر راست تو این قلبمه، چقدر دراز به دراز افتادم، چقدر اسپاس تو این بدنه. من چرا یخ کردم از تو، از بیرون گرممه، چرا هی درد میاد رو دردمه. من چقدر عشق پشت بغضمه، چقدر غم زیر فیس تقصمه. من چرا شب که میشه وقت قرصمه، چرا زمین انقدر بیرحم کسننه. عجب صبری طبیعت ساخته واسه ما، من ایوب زمانم و چشام خون الانم. از آزادی بریدم و قفس خوبه برا من، خب کسی و اون بیرون که ندارم. عجب پسرها لاشی شدن دافا تو زرد، عجب حالی به حالی سرم کافا گزل. عجب گاون همه، عجب اومد شاخا رو سر، عجب شبا بیدارم و روزا خوابالوتر. عجب پسرها لاشی شدن دافا تو زرد، عجب حالی به حالی سرم کافا گزل. عجب گاون همه، عجب اومد شاخا رو سر، عجب شبا بیدارم و روزا خوابالوتر. میگفتم چیزی که بیرون آبیه ممکنه تو قرمز باشه، مثل داستان رگ و خون. از خیلی وقتا بعد از بین دوتا گزینه، یا هر دوشو انتخاب کنی یا هیچ کدوم، چون بدون هم معنی نمیدن و چیزی که معنی نمیده همون بهتر که نباشه. من دیشب تا حالا پای دود بودم، دندون و بلیچ لازم، ما که ادامون میشد میبینی اینیم، همه را میزنیم هیچ تازه. عجیب غریبه نه، شدیم یه جماعت بد بخیل هیلگر، بینن بابا فراری، عزیزا میرن و ما چش دیدن همو نداریم. کمدت پره ولی میخواد پیرن منو دراری. عجیب خرابه نه اوزامون، فقط برای هم پوزامون و وقت غم تنهاییم. فقط هم میدونیم موقع تخت نت همراهیم، پشت هم دشمنیم. تو این وضعیت دیگه نمیتونی پشت ندی. عجب قضاییه سر سفرم میگی به عجب قضاییه، ولی پشت من میزنی به ترس اگه با آدم گشنه حرفی زدی. هممونم گشنه‌ایم، یکی هم که سیره خب بایدم پشت بدیم. اونی که خار کستس میشینه پشت میز، میدونی بد حتی بنویسیش با خوشنویس. اونی که پشت نمیده حتما گشنه نیست. عجب رسومیه کمک که اینجا نه، فقط تو سوریه. تا قرم بزنی میگن عجب سوسولیه. هممونم کس شدیم تو ولی کم نیا شده بالا بیاری پشت داریم. عجب همه چی گرون شد دیگه، ایشکی شمال نبی خودی. عجب دنیا هجوم آورد و ما دیریب رونالدینیویی. پسرها لاشی شدن دافا تو زد، عجب حالی به حالی سرم کافا گزل. عجب گاون همه، عجب اومد شاخا رو سر، عجب شبا بیدارم و روزا خوابالوتر. با یه نگاه به جنگل و اتفاقاتش میشه فهمید جهنم میتونه سبز باشه. مثلا کی؟ وقتی که یه پلنگ داره پوزه یه کفتار رو جر میده. حالا بماند که کشور سرسبز خودمون خودش یه کوره آدم پذیه. پس ببین جهنم همیشه قرمز نیست، یه وقتا سبزه.
وسط تابستونه با جهنم زده قلب منو وسط جمع یهو برو بی خود سفر نرو تو جفتت پوچه اصلا کف بزن و برو به تخمت بگیر حرف منو وسط تابستونه با جهنم زده قلب منو وسط جمع یهو برو بی خود سفر نرو تو جفتت پوچه اصلا کف بزن و برو به تخمت بگیر حرف منو یا بزن با ریتم حقت رو بیت خورد و خاک شیر کن مطلب و بزن بگا دورت یه سری ننه هر مله شل مطبا بزن با من خارشو به جو که بریم مرحله بعد کل من و تو بزن با من تخمشو بکاف که دراریم فردای گل از انوگو بزن با من فکشو زمین من میزنم ننشو میگم تو فقط نگرد و چکشو همین تو فقط رخ لاتی بگیر برو زدن رگشو نبین من خودم تخمشو دارم ده 40 بار زده رگشو امیر عجب بابا عجب عجب باورم نمیشه که با تو بدم عجب من که خودم تایپ سایتو زدم عجب میپرسی چرا همه تنم همش جر و جره چون میدونی پولی نی خب اگه این فایتو نرم عجیب غریبه هم پشت سرم کت میگی هم میخوری از کیر من جوون با پیر زن دختر بچه با پیر مرد عجب این جهنمه بد جور به ما پیله کرد عجیب غریبه نه این زندگی بی پدر عجب هواییه هی میشه تیره تر عجب شباییه همه رفتن و باز ما موندیم و کیر خر فقط هم بگاهیه عجب فریبیه عاشقی هممون قمار باز رو سایت تتلبت عجب ضریبیه درسته این روزا فقط اسیریه ولی یه روزی میسازم پاریس من از مجیدیه عجب به سر لاشی شدن دافا تو زرد عجب حالیت به حالی سرم کافا گزل عجب داغم همه عجب اومد شاخا رو سر عجب شبا بیدارم و روزا خواب آلوتر خب همونطور که گفتم چیزایی که بدون هم معنی نمیدن بهتر جفتشون نباشن و خیلی وقتا باید همه آبیا و قرمزا رو فراموش کنی تا بتونی سبز بشی گفتم که تا نتونی از کهنه‌ها دل بکنی جدیدا به سراغت نمیان